تو واقعیت رو بدون، واقعیت آزادت میکنه. واقعیت مساوی لحظه حال، مساوی خدا. بین این سه تا هیچ فرقی نیست. تو داویسم میگه خدا همه اون چیزیه که هست. تو این لحظه همینجوری که هستی خدای اون درخته، به تکون برگا خدای، ابرا، همه چیز همون جوری که هست مجموعش خدا. تو میشی بخشی از واقعیت، مثل یه تیکه پازل که یه کنار افتاده و جاش تو نقشه کل خالیه. حالا این تیکه رو برمیداری میذاری دقیقاً سر جاش، دقیقاً همون جایی که باید قرار میگرفت و طرح کامل میشه. تیکه از بین میره. آیا یه تیکه پازل باید نگران باشه که نکنه من نقشی نداشته باشم، نکنه من تنهام، نکنه کسی منو نمیبینه، نکنه من جای خالی رو پر کنید؟ بهترین استفاده از یه تیکه پازل اینه که بره دقیقاً سر جاش قرار بگیره. هم به کل کمک میکنه. چرا؟ چون مثل تار و پود یه پارچه است. هر کدوم از این نخا در کل مهمه. در این حال هیچ کدوم از این نخا جدا نیستن، همشون در قالب کله که شکل میگیره. ولی ما با ذهنمون خودمون رو جدا کردیم و بعد تو این جدایی عذاب کشیدیم.